زیافت نداشته باشد تعزیه جریمه وکلا. نه زیافت نه همون برنامه کشکاره که اگر زرد براد دختر اگر کشکاره که سیاه براد همه خیلی اعتقاد داشتین مردم. اعتقاد است همه خیلی. بعد همه کلمه خوجی هم در همه کتاب اوستا هست. بعد یک سال پس سال 1934 کپایو کوزایو کمیشو الفای هر خیلی بود زندگی کردم. جورم خیلی اصل کرده گفتم. یا هم یامق میکردم. اومد اونجا اوشار ششه. از قاری را گرفتم. من یکو کسا نگاه نمیکنم دستم کتی میخورم. نه. بالا تگی ترمه جای هست. همونجا موسیقی هم خونه دارد. ماینه هم خونه دارد. دیگر هم خونه دارد. زنبور هم کافتر هم. یک دوی زیده کرده شدن. شرکت ما درآمد در مفتی زیادی نگفتیم. اخوان درباره سال تاول وفاتش نمیدونم. زمانی میرسد که خاک و سنگ رو قوم میخره. بعد دوباره بهش میگن که این دنبالا میگن این باش همین زوری که دیوان رنگ شده. یک عالم از آلمان آمدگی بود. بعد همینجا آمد همراه کارگراش. همین درای پایان دید که چنارزار همینجا تمام بشه. مادری میری حصار از قلعه حصار همین دیه میتاخته است. انا میبینید یک دیه بسیار زیبا منظر آباد. دست 19 گذشتگی است مفتی زیاودین میگفتین شما. یعنی آخرین مفتی بکیگری ایسار. اینجا گروه دیگری مهمانات هستن. اینجا چلخونه نفرانی که چلخونه مزار. همه آب چون رفته میزنند که نیست سنچه بگی ساعتی میکنه بازی دیهای ما با 1680 نفر جون هست همش هست مثلا مهمون خونه به شکلی مهمون خونه خدمت میکنن با میتونیم هم مهمون خونه را بینیم حتما خب همین لیسیسو رو چه ساختن همون استادی گفتگیمون صابرов عبدالشکر سال 89 آتمی که سر کردن این چشمه سرگشت کجا باشه؟ همونجا میره بالا با؟ سلام علیکم از حشر برگشته نه؟ سلامت باشین اینجا من دینا شخصا حساب کنم 157 سال 158 روز گفتم نامی دهدا برمیگردیم خوچیلیور یعنی یگون نسبتی دینی ندارد نه خوچیل سرحد مرز آرام شمولی دیار جای آبادانی یعنی دیها گفتنی گاه با طریق ازبکو گرم قشلاق میگن ما aynı hol ozimi mazori خوچیلیوری بولو میشویم رفتیم ما رو همراهی دارد داملو ازل شو همجا خونه پدری میرزا همجا بگیر خونه پدریش هم همجا بوده است همجای خونه‌ش هم همجا است نصیب باشد در آینده یک فیلمی الوهیده در این باره هم به نقشه میگیریم تو مزار خیلی راه هست داملو 500 متر بولو همجا ممکن میبینه قبرش همجا در شبکه داره سنگورا هست میبینه بروی من دل برد زبان قبری که کم در شبکه داره سنگ موندگی کن سنگ سفید اما قبری بولو که ریشوتکا دارد یک سنگ سفید موندگی است اما قبری میرزا رضا قبری میرزا رضا سال 34 موقعی که میسوه کشتگنده یا اگر یک نفری از زمان اگر از دنیا گذشت با نفر یک جای غیر چیکار میکنن داخل میشوند برای که ببین که آشکارا نیستن لیکن وقتی که در هر جا مزارشون هست مردم میگن که همین نفر از جمله چیلتنا بود
یعنی این انیق نیست که از کی است نه اینجا یا واسه روایتی مردمی گمونم اینجا همین نفر نطقی جذبی سوری شعری که دارد مثلا یک شعر عجیب دارد میگه نامش سید عمر شاه است. سید عمر شاه است. لیکن در بینش هم یک خیلی شخصیت‌های برجسته هم خوب هستند. روز ما میریم اینجا مسئول هستند نفری که در دیه بسیار تاریخ خوب میدونن و ما معلومات‌های خوب میدونن. رفتیم ما در صحبت‌هایی که پیشتر داشتیم روزا و ماه‌ها پیشتر ما از این برادرها پرسیدیم از ساکنان دیه‌های بسیار قدیمه و زیبا منظر کوچیلیار که یک وقت 2 سال پیشتر روی کلمه کوچیلیار بحث شد. وقتی که خواستن که نام مانند هر یک دیهه در کوچیلیار پایان همونجا تکلیف شده بود که نام کوچیلیار نه خواجه چیلیار مانند. جب قانونگذارا راضی نشدن به خاطر آن که این چیز باید به طور رسمیات با دلیل حجت‌ها با فکت‌های تاریخی باید متقاعد شود اساسات شود. از همین جهت میم روی موضوع اساسی که همین دیه نامش کوچیلیار است یا خواجه چیلیار است یا خواجه چیلیار است. در همین باره ادیبان معاصر ترکی نورمی‌شاه قناعت و سلیم‌شاه حلیم‌شاه اوسطوشناسان مشهور خیال کردند که کلمه خوچیل هنوز در دوره کوشانیان 2000 سال پیش از میلاد وجود داشت. خوچیل یعنی سرحد یا مرز با طریق روسی دیگه گرانیتسا در همین وادی ایسار اسم شمالیش هست. این دیهه بیسوسا همین که دیهه هست که بعد از همین دیهه بالا کوهسار هست دیگر آبادی این مقیمی دیهات نیست منزل نیست فقط چراگاهی بسیار هست. خودی دیهه چنان منظره های دارد که قریب 2 کیلومتر در قسم جنوبی همین مزار حاضر نشستگی ما چنارزار سر می شود. از همینجا تا همینجا همین که چنارزار به هم نزدیک هستند که از زیر هم هست فقط چشمه می برد. تابستان هم همونجا بهار هست. اگر در همین نزدیکی چنارها تابستان حرارت از 40 درجه زیاد هم باشد در بیرون در نزدیکی همین چنارهای همین چشمه اگر آدم خواب کند همین 15 دقیقه پس بیدار می شود میلرزه اخونی که لیکن چنان فرح بخش هست که عصب آدم همین آرامی می یابد که خیال میکنه که در کوههای مانند مومن‌آباد خاورین یک شب خواب کرده. همین گفتگی شما ما دیروز همینجا تجربه کردیم. یک لحظه خواب من برده بود همراه رفیق بودیم بعد از حسیم که خنک خورده بود همین حالت شد. دیگه آرامی نه بهترین جا است. سلام علیکم. سلام علیکم. از حشر برگشته نه؟ سلامت باشین. سلامت باشین. سلامت باشین. سلامت باشین. سلامت باشین. رحمت. برجا این کس استاد ما راهبر صنف ما من از مزور گشتم حتی میرم. رحمت سلامت باشین. زنده باشین. سلام علیکم. سلام علیکم. ما جا چیزی اومدیم شما بزنیم. من آدم تلفن گشته میبینم پیشه برای اینکه یک دو ماشین رفته همه ماشین. سلام علیکم. سلام علیکم. از حشر گشتین. تو کندم ولی ندارم
ولی ندانم دیگر گریزم کجا گریزم وگر بمانم کجا بمانم کجا بمانم نه پای رفتن نه پای موندن چگونه گویم درختی خشکم عجب نباشد اگر تبرزن همه دو بندد در استخوانم در استخوانم اینجا جای استراحت جایی که نه همین روز ما شاهد شدیم که مردم قبرستان را حشر کردن علفوش را توزیع کردن اومدن همینجا پولا چای گرفتن از همینجا خیستن چی رفتن از پس کوشون رفتن اکثر مردمی که میان از روی دور و نزدیک بسیار همینجا چیکار میکنن استراحت میکنن دم میگیرن اینجا شرایطو هست تمام چیزایی که وابسته به شیشتن و خیستن است وجود داره هم برای زیارت کنندگان هم برای سیاحان همش هست بسیار مهمانخانه به شکل مهمانخانه خدمت میکنن ما میتونیم هم مهمانخانه را ببینیم حتما میتونن ببینید اینجا مهمانخانه همین کشیدوه یک خانه و پشایوان پشایوانی که به این شکلی شده است فقط جوی همین خانه که ما بولش تویم جوی چی دارد پلونده خانه اجرا داره که نقشی انبارخانه اجرا میکنن اینجا کلسا و طرف و دیگ و تمام سامانات چیزایی که به این مردم زیارت میکردن میان در اینجا چی هست میمونن بسیار همینجا جوی دیگ دارن دیگدان دارن همین تشکیل میکنن چون که امروز ما شاهد شدیم من در سرخانه شدم است اومدن مردم حشر را گذراندن اومدن یک کلا چای گرفتن بعد نماز خوندن فستک کردن غیر از این همین مزار مقدس اول در بالاتر بود سرگاه چشمه چیل چشمه نام دارد خودی مزار هم چیل نام دارد بود در من جایی که من حاضر شما نشسته ایم از بس که تماشابینان و زیارتگران و سیاحان میگویند جای نبود برای دمگیری آنها همینطور منزل موقتی ساختیم کی ساخته نیرا سال 1989 با تشبوس استادی سلیمان صابرو دو خودشون عبدالشکور یک پایشون لنگ بود اشتراکی جنگ بزرگ وطنی همه تشبوس کردن که بعد این نفقه برآمدن تا پایان دهه ماشین ها خون، سیمنت، مساله تخته دیگرها آوردن باور میکنید همونای خرکی کشتوره برای ثواب شده مردم آوردن همینجا نگاه کردم راه به تنگ است پایرها همون خر بردی به عذاب بگذارن همین خیلی آوردن از همین نزدیکی ما پایمانه که یکم سر می شود تا مقبره چیلتن زینه به زینه گذاشتن همه همین با تشبوس خلق همینجا از موسیقی سر کرده جوان و کودک خودشون داوطلبانه بودن که ما ثواب گیریم گفته این چند قدر ادامه یافت ساختمان از سال 89 ادامه یافت بالا باز پایان این خانه‌ای که درون بود پشمانی درون بود بیرونش نبود باز گشته باز ساختن همین خیلی مردم دیهاتی از دیگر جاها از خود شهری توس هم اصلا میگه رفتگی ها از دهه 14 مخصوصا نوجی خویچی دیار همین اطراف طرفای خوجه هم سنگ‌گذاری کردن ترسونزاده و حتی طرفای وحدت هم اومدن باز سهمگذاری کردن این چشمه سرگاش کجا باشد؟ همونجا میریم بالا با؟ خب همین لسیسو رو چه ساختن؟ همون استاد گفتگیمون صابرو عبدالشکور سال 89 آتمی که سر کردن گفتیم که همون با واسطه
پیستورا، خرکی، ستیل، سنگ، خون، شب همه چی آورده الوهیده همه که تا بالا ساخته بودن. خب میبرویم. اینجا من دینا شخصا حساب کنم 157 سال بود. 157 158 روز گفتم. 58 سال. من گفتم دیدی. همه همی کشیده به دست هم زینب ای پایون بالا رفتی یا ای بالا نه دیروزا رفتی پایون ما دم گیرسا ایسته که با مشکلی برو منم بعضی این طرف چنوران ببینیم کهنه شده نیست شده از جوش بوش چنوران نو سبزه میسن جوانی دارای جوانی راه با دستن اصول نبود نبود خیلی یک بودموی اندک از 50 ساله یک از دو کس از تقریبی هست میشن تا می آوردن برای زیارت میبودیم اوی یه سنگ از دیشه چقدر هوا کرده روز کرده حاضر دهه موقع 1670 نفر جون هست اهالی 1800 1600 یعنی نفوسش اهالیش ها؟ یکی در است اهالی که در این تولد شده کشیده رفت جاهای دیگر چندین هزار کشیده پایان اساسا هستن اینجا چطور پایان سال 33 یا 34 مورد سال 32 سر شده دیگه موجه می رفتن سحری کار و می رفتن خود بگاهی با می اومدن 32 32 بعد یک سال پس سال 1934 کپای و کازه و قمیش و الفای هر خیلی زندگی کردن از سال 35 سال بعد ساختمان خانه های یک متر 20 بلندی چطور بودن میرسه همین که خانه ها بود استاد شریف توی استاد ما هستن سال 34 تولد من همینجا بوده بله همون شدار پایان داد یک سال بعد اومدن مقصدا یک سال بعد اومدن انا دیدی چقدر عجیب صحنه چوره اوبستن آب تمام خودی از برو بود لیلا آفاد دیگر پاسا بردگی داشت کشیدگی هستن برای همه خودش مایجا اینجا گروه دیگری مهمان‌ها هستن این مهمونان یا سیاحن یا حشرکی یا مهمونان یک قسمت مردم یک چند نفر از همین دیگه همراهیتون میکنن جاهای مقدس زیارت اومدگی نیتهای نیک اومدگی بود زیافت نداشته باشد تعزیه جریمه وکلا نه زیافت نه همون از اینا از 15 نفر کمان بسیار معرفی تو خدمت کارن بسیار اگه گپ جاش اومده دوملو بسیارم هری چشم میره بالا توی چشم هم چشمه نه ولی بالا هم نزدیکه که بوله هم سرور بود ولی مقبره این چرا چه عجیبه شماره کنه ده ریشا بیتی پهنوی کنده شماره اینجا سیگل مزه بود 52 سال پیش من همین جمعه آمدم میسپوریزی انا همون شهرهای پایین هست آوازو نکنم برای خنک شدن همون آب چون رفته میزنه نیست سنکه بگی تعطیل میکنه یک چیز دیگه من همجا الهه کنم به نزدیکی از باشقردستان یک آدم اومد همچون سیاح همچون سیاه همین فهم دست آمد ما اینجا در صحبت کردیم که من همین چیزا از همونجا فهمیدم در این که در حصار همین خیلی دیار هست همین خیلی منظره گوی بسیار زیبا هم چند روزار هست اومدم که اینجا بینم اومد اینجا نامش فسخیدین بودش انا دید که در حقیقت بود
آدمای بزرگتری ما اینجا میدونستن که من گفتی هوایا فهمیدم و اومدم اینجا انا رفیقام بود دیگه اینجا اومدم من چی حق برای معلومات رسانی شبکه‌های اجتماعی بسیار نقش مهم بازی داره. کرده. درست همین هم که از خود باشکردستان که وقتی اون آدم اون دست همین دیوار بینم که اینقدر مشهور است این گذشتگاه ما که این میدونستیم اینجا من بینم که اینجا من خیلی کردیم بعد صحبت‌های عجیبی کردم. ما بریم نصیب باشد بریم چیلخونه چیلتن و خودی مزار چیلتن. چیله میشه. یعنی چیلخونه چیلتن که خیلی با سرعت خوب تعمیر شد. مثلا زمانه ساختگی بازی بیشتر از کلبه همین لایینی هم دولتگی بازی کنه. اینجا چیلخونه نفرانی که چیلخونه مزار. نفرانی که زیارت می‌کنن همینجا میشتن یک شب میموندن سال پیش که ماشین تیز رفتن اومدن نبود. خب اون نفرای بودن چیلی که متولی مزار بودن اومده 40 روز و روز زیاده از وای 2 چیله و 3 چیله شکستن. هرچند اینجا می‌بینیم و چیزای برقی کشون کردن که جان برای سیاح‌ها را خیلی یک جایی که میتونن که دام گیرن یکم بارون این هونجا قوی بعد اومده نیست. چیزی که می‌بینیم رمز هستن که یک قوی چکرگی موندگی است. یکی اون وقت سویت میارن برق میارن در اون میشن گفتن خیلی کدام موندگی است. اینجا جایی که اول مایداب دیگه است. لوی بعد است بود بچه‌ها تشکیل سکنی دیگه و زمان تاکید است. اینجا اطراف شخصیت‌های بسیار شناخته دیارم خوب هستند. پایان همینجا هم اینجا زیودین اصل 19 همین هستن. همین مزاری که ما داریم هستیم. در اصل 19 گذشتگی است. مفتی زیودین میگفتن شما. یعنی آخرین مفتی بکیگری ایسور. فرمان میری ایسور مفتی شده کار کردگی. پس چرا یگون خیلی مرکزشا آباد نکردن؟ این آدمای پیشتر میگفتن که همین باید عادی باشه قبری. نه مثلا بولوانگی مرکز با یک شکوه شهامت ساختگی هستن. این مفتی شخصیتی معروف بود وقتش بود. می‌کنم شاید که همه چیز جو ایواز شدگی است. یه چند نفر هستن. اگر خطا نکنم دومو چون دو قاضی دوملو عبدالرشید باشد یا عبدالرسول. بله. هم شخصیتی ایوای است. بعدم به قتل میرسد اگر خطا نکنم. قاضی بودگی هم قاضی بکیگری ایسور بودگی. قاضی عبدالرسول. یکی که زاده همین قشلو. حداقل یک برای همچون قبر بودنش باید یک رمز حرمتی همین گذاشته. مثلا یک ان شاء الله این چه به نظر میگیرن. گفتی بچه‌ها پرگارود کم میکردن. برای خاطره. این چیزا به نظر میگیرن ان شاء الله. 10 سال پیش یک عالم از آلمان آمدگی بود. بعد همینجا آمد همراه کارگراش. همین درای پایان دید که چناردار همینجا تموم میشه برو البته سنگ توی بلند. در همون پشتی همونجا آب نمیبره. آمده از بلندی 250-300 متر چشمه 4 فصل سال یک خیل میبره نه کلون نه خورد. بعضی ها میگن که آبش تابستان خنک میشود زمستان گرم. در حقیقت وقتی که حرارت به سنجیدیم 4-6 درجه یخ تابستان بیرون که گرم هست آب دست میشید خیال میکنید که آب خنک. زمستان وقتی که دست رو میشید بیرون خنک آب گرم میکنید که گرم در از حرارت یخ. تاثیراتش چی خیلی شد بعد؟ تاثیر کی؟ تاثیرات همون آلمانی در حقیقت همون زادگان آریون کو دیمون کو ولی در حقیقت ما با همین پیرای ما هم میگفتن که در تاجیکستان هندوستان هندوکوش همین که جاهای مقدس هست در حقیقت من باور کردم که هست معجزه عجیب های بالا میبریم پس چرا معلوم نیست نه مرکز چون معلوم نیست که
همینجا سوی 18 همین زندگی این سنگو موندگی در شفا هم میگن که اونجا 3 نفر خوبه. در این پایان تر 3 نفر شخصیت یکیش به نام ایشون عارف بوده است، 2 نفر دیگه‌ش نامش فراموشتگی است یا شخصیت دیگه است که شناخته و به مرور زمان قید نشده است، یگان ثبت نشده است، فراموش کرده است. اینا که موضوع اساسی که امروز با نام چین‌ها مشهور است، ما همینجا قرار داریم. اینا کی بازسازی کردن؟ بازسازی یک بار سالی 1965 در زمان شوروی. بعد بازسازی دیدم 30 سال شده. کاملا نیست کنه. 92 93 بازسازی از نو. مقبره چلتن همینجا. نامشون موسیقی غزل‌های جذبی ساری که رفته در بویسون در غریبی عمر می‌گذراند می‌گوید که بود نام شریفش حضرت شیخ عمر بابا و حکم او فلک هجرت اجابت را تماشا. با نام حضرت سید عمر شاه ولی نام گرفتگی بودند، اما با نام چلتن مشهور. لیکن این دیار ما که با نام خوچلدیار یا خوچلدیار یا که خواجه چلدیار بسیار دهه کهن سالهای عصرهای 18 و 19 و تخمین 550 خواجگی بوده است که از دهه‌های کلانترین به حساب می رفته است. در اینجا مسجد جامع مدرس ها درس می دادند، قاضی شریعت مفتی اعلم و فرمانی میر حصار در اینجا عمل می کردند. کش بگی و کربول بگی و مین باشی و داروغه و همه که عنوان ها و همه که لایه ها بوده است در همون زمانه راهبرای دولتی. از همین جا بوده است. مشاوری میر حصار داملا خالی گفته که یک شخصیتی عالم بوده است، مشاوری میر حصار شده کار میکرده است از همین دیار و بسیار شخصیت هایی که رفته بخارای شریف خوانده 10 سال 15 سال 20 سال علم برداشته صاحب معلومات شده می آمدند در اینجا کار میکردند و قاضی و مفتی میشدند و مدرس میشدند و مانند مولا اشوری بخارایی، مفتی ضیاءالدین، قاضی عبدالرسول و دیگر شخصیت هایی که در گذشته بودند در این دیار بخارای شریف خلق کرده آمده در اینجا کار میکردند و می سار وظیفه میداد و عمل میکردند. در مسئله همین باز ما در اومدیم جای چیلخانه دیگه شما معلومات زیاد داره که به اصطلاح اکثر امورتون همجا گذرانده بسیار نفر همجا چیله میشتن. درباره شیطان چیله را ما معلومات بدید که چند روز میشتن یا چند روز شیطان طرز شیطانشون چیله است. ما زمانی که خود بودیم اگر ما در اینجا خدمت میکردن این حجره ها و این طریق نبود، حجره های مجزه بود که یک کس حجرچه ها وجود داشت، درهایش از چوب ارچه بود. اون زمان شفیر و تخته و دیدیم در او تیزه ها نبود، خانه های لایی بود. همین کاری بچه ها و عالم ها و در اینجا ششته قرآن می برداشتن زمانی 100 سال پیش، 100 سال پیش از زمانی شوروی قرآن برداشته، یعنی کاری قرآن شده در همینجا قرآن حفظ کرده در تنهایی در کلبتی اگر از راهی دور باشه در غریبی همینجا با ششته قرآن حفظ میکردن، یعنی 40 روز 46 قرآن می برداشتن. برای همین اینجا چیلخانه چلتن میگفتن. از این پیش هم 100 سال و 500 سال پیش هم چیلخانه چلتن میگفتن. باز با مرور زمان 1965 خانه این حجرچه ها ویران شد و شفیری که نبود از نو ساخته شد یک خانه کلان. و سالهای نزدیک حاجی خیردین گفتگی شخصیتی صاحب کار خدمت کردن و این خانه از نو تعمیر کرده به ما دادن. در تلویزیون‌های نو یک تعمیری نو ساخته دادن که امروز خیلی یک دیگرگونی شد، یک زمانوی شد. مردم در اینجا آمده دو رکعت نماز خونده دعا میکنن. این حضرت چلتن زیارت کرده دعا کرده میروند. خب 158 زیناپویا را میبرین همینجا برای زیارت. 158 تا برآمدگاهش. اینجا با لواتن هست. اینجا با لواتن از یک چیز دیگه به مولوک درباره همون
خطکردهای بخارا از اینجا بسیارتر بوده است و دامولاشتری بخاری میگن این کس بخارای تمام کرده میبینم بعد یک صحبت عمومی به میشنم میگن که زمان میرسد که خاک و سنگ و قم میخره بعد دوره بهش میگن که این دامولا میگن این باش همین زوری که دیوان رنگ شده نه خاک و سنگ و قم خره بینن که گفته آدما همین زمان حاضر برای باش خیلی موافق خاک هم میخرین حاضر قم هم میخرین سنگ هم میخرین لیکن در حقیقت آدما دیدم مشقتی بسیار کشیده بخارا برافته انا علمی مثلا هم علم دنیا آموخته بین هم علم همون زمان آموخته نسبت به قوم عامی گویم تفکر اندیشه بلندتر داشتیم. ولی یک مسئله دیگه اگر همینجا جای گفتن است ما زیادتر در دهه خوشیداری پایان چی میشنیدم برای که پهلو با پهلوی دهه ما است چند جنازه‌های کلان شما بودید ما ایراد گرفتیم که دهه خوشیداری بالا چقدر دهه عموما دهه خوشیدار مجموعه نمی خوشیدار اساس دهه تاریخی است. من استادم وقتی حافظ بدیل میخوام و پیش بوی مقدم زندین میگفتیم در ان خوشیداری بالا میگو 40 تا قاری مرتب بود لیکن خب با تشابوسی ها با تشابوسی مثلا مقصد من گفتم نمی‌اکسیم این چیزی که ما گفتیم از همه شما گفتگی شفایی است. ما سال 2014 و 15 یک برای انا بزرگداشت سال امام اعظم بعد یک شدشتن مسجد مرکزی که در دهه توده است یک رساله تعلیف کردیم با نام توده با توده از پیروان امام اعظم که در اونجا شخصیتایی که در قلعه ایصال خونده بودن در بخارا خوندن ما صحبتامون رو درج کردیم کتابت شد به شکل کتاب اومد در همین یک روی کاغذ اومد درباره زیایی دهه توده به شکل یک ببین چیزی که شفاهی بود به شکل چیزی اومد خط رسم در اومد مثلا با حجت به همون چیزایی که وابسته بود قاعده شد. لیکن من همین یک ایرادی من همین که شما همین چیز باید در شکل یک خطی درج کنید چرا که ما در اومد مفتی زیادی نگفتیم اصلا درباره سال تولد وفاتش نمیدونم اینجا باید ثبت شود در یک چیز معین که معلومات مختصر نفری که میاد سوی که میاد نه بازی بچهای همجا از نوعیه فرخو نوعیه توجیک بودیم در بری ما شما همجا هستن مثلا اومدگی دیدیم نه که اون که معلومات شفاهی است بینن ثبت کنن بگیرن مثلا همین چیزا باید ما در شکل چی در شکل کتابه اگر با آینده با زبان انگلیسی خطی بسیار فارسی مثلا روسی توجیکی موندن در کار که یک نفری اومد که متصدی نباشد معلومات گرفته رفتنش در کار است. بدون که قبر کیست؟ قبر کی است؟ کی بود؟ بخشش همین ما یک اکادمیک داریم از این کشلا اکادمی علوم فیزیکا سوال تقوی مراد میگن بله اون کس همین چیزا جمع‌آوری کردن تعریف ده خود چی داره دوست گوشه امروز گوشه مثلا دامولایی که گفتن بعد مثلا شخصیت بزرگ که در اینجا بودن گذاشتن یا حاضر هستن من همون جمع‌آوری کرده همین بک باید شکل حتما چوب کرد اساس کردن مثلا همین بعضی معلومات بعضی چیزای گزارش‌های تاریخی همیشه کوی جمع‌آوری هم ما دو سال پیشتر همین حاضر ما 2 سال پیشتر پیش از کسالیا بخارا سمرقند رفتیم ترمیز رفتیم برای زیارت هر مزاری که می‌بینه به شکل براشور درباره هم موضوع معلومات نامه است یک کیاسک است مثلا یگان مبلغ میسپوری و میگیری فرض کنیم اردو اومده چهارچنار دارد جایی که با دوم شریف استوری همونجا 6 سال کردگی است همونجا میدونه همون چیزا میگیرید معلومات مختصر درباره همون چیز است. سمرقند هم همچنین هر یک موضوع الهیده دارد اقلا ما در همین شکل چیز برای معروف پیشنهاد کنیم که هر میاد هر یک خل همون در اون سنگ است یگون مثلا اوهان است یگون فلزات است همون نوشته موندن در کور که مثلا بدوند که مثلا همین قبر کیست شخصیت کی است مثلا نوش کی است مثلا مفتی زیودین نفری نیست که مثلا کهنه شده باشد معلومات دربارش ندونن و نفری هست که مثلا همین اوراق فقط خطا نکنم دربارش یک معلومات مختصر در اون کتابش هم یک کتاب دارد در اونجا درج کردگی هست هم درباره قاضی عبدالرسول هم درباره مفتی زیودین و اون خشتباری نسبت خشتباری هم دارن حداقل یک نوشته جود مونن همجا که مثلا بدونن که کی است همون چیکار کرده است چی خدمت کرده است برای دین مذهب برای ملت همون نفرایی که از سرگران شدن میان از یک گوشه تاجیکستان رو بیرون از اون باید که کجا رفتاریشون دونن کجا بود و چی تاریخ نقل میکنن یا مثلا همین استاد از نقل کردن در موردی از اوستا اومدن و بسیار معلومات جولی مثلا من تو هول من شنیدگی نبودم که مثلا خوجی از دو هجو است حتی در مورد مقاله هم خونده بوده که مثلا خو چی است جیش چی است نوش چی است جیش چی است خوجی مثلا خوچیلیور چی است از اوستا اومدگی است
این چیزی هست که مثلا هم ریشه باوای اوریویی میرام میرسن این چیزی هست که مثلا اینا رو باید نوشته کردن و مثلا مردم بدونن که گذشتهش کیه چیه به یک وای نمیشه دیگه میسوسون در حقیقت معجزه هست خیلی این چند کیلومتر است تو امو وای خوجیرا خوچیلیورا 6 کیلومتر از راه روی اسفالت چند خواهد؟ 7-8 کیلومتر باید که ای بچه جو بشی گفتم ای شور گفت خوشیجور نباشی ها روزی یک منظره میبرم شمویا مالش یکون دو دقیقه از ما شنوره تمام پایان دا بماند ما بالا بماند یعنی بعد از ما روز تولد میکند یا که 40 فرزند از یک مادر در یک روز تولد میشه همین پالو هم کتی میره نه با تشابه ما میبینی چشم را میبینی ما همچنان اومده گفت که هر تابستان و بهار تا ترما 6 باری اومده که چشمش ندید درست این دولا هم پای ما بسیم بکنه آوازی همین عادت از بین رفته است علم ترقی کرد و اومد خروفات را از بین برد میری حصار از همین دهه ما از همین چشمه با واسطه قبورهای سفالین و چوبین دوملو قریب کفتنید برام درخت هست درخت خود هست با دانگل و نعال و پسر هر که هست پیاله برای این کاسی چینی برای وای پیدا می شود سند همه می بعد بره تنهاش گیر دست با گویا که دونه همه انار خود هست همه با تحتیب چندگی عجایب سرخش هم هست سفید هم هست زرد هم هست سنگ ها سنگ بسیارش زرد لیکن همون زرد همون تیلو داره ای بچه گم نشای بو همین دهه خوشیدار قسمی شرکش در این سنبولیستان هست اصلا اوسا وقتی جدا می شود همین دو طرفی آبه همین سنبول 4 فصل سال هست همه لیکن معلم خیلی غم دو وای چی در اومدن باید درمادن خیلی غم دو خدا در اومدن یک کارکرد کردن شکل امروزه رو چطور کنم کشیده کنم بهترین شکلی که هست لیکن لهجه این زبان اختشافی خواستن و خواسته استفادهش میبرم برای که یک گوشه زبان ها یک خطلت درمی زبان هست هر یک ترکش که من همه جا چشمه های هست تاجه رویم پا هر یک مور میباید کنم آناکوندا بین دوملو ما نمیریم خونه